سرخط خبرهای مهم امروز: حرکت تروریست‌های چابهار توسط نیروی زمینی سپاه، کشف 40 میلیارد تومان سوخت قاچاق در بندر عباس، فرانسه آماده برای استفاده از سلاح هسته‌ای و همچنین حمله به سرکنسولگری روسیه در فرانسه، اسرائیل آماده از سرگیری جنگ در نوار غزه، مالزی در جستجوی هواپیمای ناپدید شده. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از بازداشت و هلاکت 7 تروریست در شهرستان چابهار خبر داد. در این اطلاعیه آمده در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در عملیات مشترک قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و وزارت اطلاعات در چابهار 6 نفر از عوامل گروهک تروریستی جیش الظلم بازداشت و 1 نفر به هلاکت رسید. بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، مقادیری سلاح و مهمات هم از این تیم کشف شده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. این گروه تروریستی 3 روز پیش در اقدام تروریستی به ساختمان بنیاد مسکن چابهار حمله کرده بودند. فرمانده مرزبانی هرمزگان از کشف 1,200,000 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آبهای شهرستان بندر عباس خبر داد. آنطور که سردار اسماعیلی گفته، ارزش محموله کشف شده بیش از 40 میلیارد تومان هستش. یک کشتی مشاهده شد که 1,200,000 لیتر سوخت گرفته جهت رساندن به جزایر و تغذیه سوخت اونها، ولی متاسفانه با سوء استفاده در محدوده لنگرگاه این سوخت را به شناورهای قاچاقچیان می‌فروخت و سوء استفاده می‌کرد و بیت المال و ثروت ملی به یغما می‌برد که تا این لحظه بیش از 500,000 لیتر سوخت از این کشتی تخلیه شده و 11 نفر متهم داره که 11 نفر 6 تا غیر ایرانی هستند. 2 نفر در ارتباط با پرداخت مواد منفجره به سمت سرکنسولگری روسیه در شهر مارسی فرانسه بازداشت شدند. حمله دیروز به کنسولگری روسیه در مارسی با استفاده از بطری‌های پلاستیکی انجام شد. روسیه این حمله را تروریستی خواند و از فرانسه خواست تحقیقات کاملی را درباره آن انجام دهد. حمله در مارسی در حالی صورت گرفته که تنش‌های میان فرانسه و روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته. همچنین روزنامه انگلیسی تلگراف گزارش داد که فرانسه آمادگی خود را برای استفاده از سلاح هسته‌ای برای حفاظت از اروپا در زمانی که آمریکا تهدید به خروج نیروهایش از این قاره می‌کند ابراز کرد. فرانسه در پی اقدامات ترامپ برای خروج نیروهای ارتش آمریکا از اروپا تهدید کرد که جنگنده‌های هسته‌ای خود را در آلمان مستقر خواهد کرد. این روزنامه گزارش داد جت‌های جنگنده فرانسوی حامل سلاح هسته‌ای ممکن استش که به عنوان بخشی از طرح‌هایی برای تقویت امنیت اروپا در بحبوحه تهدیدات فزاینده واشنگتن برای خروج نیروها از اروپا در آلمان مستقر شوند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که فریدریش مرکز، نامزد پیشرو برای تصدی صدراعظم آلمان پس از پیروزی در انتخابات روز یکشنبه این کشور، از انگلیس و فرانسه خواست تا حفاظت هسته‌ای خود را از اروپا گسترش دهند تا به استقلال اروپا از آمریکا دست یابند. یک مقام فرانسوی به تلگراف گفت استقلال جنگنده‌های هسته‌ای فرانسه در آلمان پیامی قوی به پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال می‌کند که فرانسه در حال بررسی گزینه‌هایی برای تقویت امنیت اروپا با توجه به تهدیدهای فزاینده روسیه و کاهش تعهد آمریکا به ناتو است. در همین حال دیپلمات‌ها در برلین اعلام کردند این اقدام می‌تواند فشار بر رهبر حزب کارگر انگلیس را برای انجام اقدامات مشابه افزایش دهد. این مقام مسئول بیان کرد استقلال تعداد کمی از جنگنده‌های اتمی فرانسه در آلمان کار سختی نخواهد بود و پیامی قوی خواهد داشت. اسرائیل در روزهای گذشته اعلام کرد آماده از سرگیری جنگ در نوار غزه در هر لحظه است. در همین حال حماس تل‌آویو را به خطر انداختن آتش‌بس متهم کرد و گفت اسرائیل با تأخیر در آزادی زندانیان فلسطینی تعهدات خود طبق توافق آتش‌بس را نقض کرده است.
مرحله نخست آتش‌بس شکننده‌ای که از 19 ژانویه و پس از 15 ماه جنگ در غزه به اجرا درآمده است، در اول مارس به پایان می‌رسد و مذاکرات درباره مرحله دوم این توافق هنوز آغاز نشده است. در همین حال فرستاده رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه راهی سفر به اسرائیل خواهد شد تا درباره تمدید مرحله نخستین توافق گفتگو کند. اما مالزی جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده این کشور را در منطقه جدیدی در اعماق اقیانوس هند آغاز کرد. این هواپیما بیش از 10 سال پیش در مسیر کوالالامپور به پکن با 239 مسافر و خدمه از صفحه رادار محو شد. ناپدید شدن این هواپیما یکی از معماهای صنعت هوایی جهان بوده. گفته شده برخی از قطعات هواپیما در سواحل آفریقا و جزایر اقیانوس هند پیدا شد. خیلی خوشحالم که تا انتهای خبر با ما بودید. برای اینکه خبرهای مهم روز رو از دست ندید حتما کانال ما رو دنبال بکنید و نوتیفیکیشن کانال یوتیوب رو فعال کنید.